ادامه بخش چهره‌های ماندگار. شیرینشاه شاه تیمور. شیرینشاه شاه تیمور طلوع آفتاب ضیابخش. شیرینشاه شاه تیمور به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول کنستیتوسیا و نشان دولتی در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری قرار داشته در ایجاد قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و حجت‌های مهم دیگر فعالیت پرثمر برده است. او به خاطر رعایت طلبات قانون و جاری گردیدن قانونیت در حیات جامعه کوشش‌ها به خرج داده برای ریشه‌کن کردن همه گونه عمل‌های نامطلوب و قانون شکنی‌ها مبارزه می‌برد. محض احساس مسئولیت و جرأت بی اندازه اش بود که او ماه مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمال کنی حقوق انسان آشکارا سخن رانده بی اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را سخت محکوم می‌نماید. چون این اقدام جسورانه البته بی جواب نماند و دیر نگذشته خود شیرینشاه شاه تیمور که قلب جوانش سرشار از مهر و محبت صمیمی به خلق و وطنش بود قربان دسیسه‌بازی‌های سیاسی زمان گردید. ولی او در طول عمر کوتاه و عبرت‌آموزش توانست که در کتاب زندگی نامه ملت صحیفه‌های درخشان را ثبت نماید. شیرینشاه شاه تیمور برحق فرزند جانفدای ملت و میهن خود محسوب می شود. این مرد مبارز و قوی اراده از تنقید و فشار بیگانه پرستان و دشمنان داخلی و خارجی ملت تاجیک نهراسیده جسورانه منفعت‌های خلق و ملتش را حمایه می کرد. او از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش می بالید. اگر تقدیر به این شخصیت فدایی و ناتکرار ترحم می کرد و او در عین کمالات عمر قربان غرض و تهمت دوران سیاست شخص پرستی نمی شد، باز کارهای زیادی را به نفع خلق و وطنش انجام می داد. زندگی عبرت‌آموز و فعالیت بنیادکارانه او با تمغه تهمت‌آمیز دشمن خلق زیر شبهه مانده سالیان دراز نام و کار و پیکار قهرمانانه اش به زبان گرفته نمی شد. نام مبارک این مرد فدایی بعد 19 سال مرگش سفید کرده شده. کار و پیکار وطنخواهانه، سیمای سیاسی، مدنیت راهبری و تفکر دولتداری او از نو زنده گردید. درست گفتند که هرچند قهرمانان ملت بر اثر بی‌عدالتی‌های زمان مدت به گوشه فراموشی می‌روند، ولی باز چون آفتاب ضیابخش طلوع خواهند کرد. امروز در زمان استقلالیت تاجیکستان عزیزمان آرزوی آمال و آرمان‌های نجیب شیرینشاه شاه تیمور و همسنگران و همنبردانش مقام و منزلت خاصه پیدا کرده برای نسل‌های امروزه و آینده چون تمثال عالی فداکاری و مکتب عبرت‌آموز وطنپروری و ملت دوستی خدمت می‌نمایند. در دوران استقلالیت ملی و دولتی تاریخ خلق تاجیک از نظر تازه مورد آموزش و بررسی قرار گرفته. کارنمایی‌های فرزندان برومند و جانفدای ملت که در ردیف استاد عینی و باباجان غفوروف قرار داشتند با مکافات‌های عالی وطن سزاوار گردیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 آگوست سال 1999 شیرینشاه شاه تیمور برای فعالیت فداکارانه‌اش در بنیادگذاری، تحکیم و رشد دولتداری تاجیکان با اردن دوستی شرفیاب گردیده. بعداً از 27 ایون سال 2006 به فرزندان فداکار و صادق وطن شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم برای خدمت‌های بزرگشان در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. مردم سربلند تاجیک در قطار فرزندان بزرگ خود باید نام شیرینشاه شاه تیمور را با سپاس به زبان گیرند و کار و پیکار و زحمت‌های کشیده او را به خاطر وطن و خلق فراموش نسازند. بخش چهره‌های ماندگار در باب شیرینشاه شاه تیمور طلوع آفتاب ضیابخش ادامه دارد.